خب عرض به حضور مبارک شما سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. من محمد حسن جند هستم و مجددا هستم در خدمت شما در سایت فراچارت با تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز. چون مدت زیادی گذشته من اولا عذرخواهی میکنم، به شدت از لحاظ سلامتی تحت فشار بودم و هستم، ولیکن حالا به هر حال فرصتی پیش آمده که مجددا در خدمت دوستان باشیم. از روی کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز که در موردش صحبت کردیم، فکر میکنم که شاخص 18 یا شاخص PMI رو که اینجا ملاحظه میفرمایید یا شاخص مدیران در موردش صحبت کردیم جلسه گذشته، و این جلسه قرار هست در مورد شاخص انتظارات تورمی صحبت بکنیم. اگر به سایت فارکس فکتوری مراجعه کنیم، این شاخص انتظارات تورمی رو میبینیم که جلوش یه عدد خالیه و این ستون رو اگه بیایم بالا، این از به حضور مبارک شما ستون فورکست یا پیشبینی هست. در کنار این به اصطلاح شاخص انتظارات تورمی، در کنار این نوشته‌ای که توضیح داده شده که برای به اصطلاح یونیورسیتی آف میشیگان هست به این و توسط دانشگاه میشیگان اندازه‌گیری میشه، قسمت دیتیل اوپن دیتیل رو داریم که نوشته actual، نوشته usual effect actual gradient در forecast is good for currency. خب یعنی اگه actual یعنی فعلی که اعلام میشه بیشتر از پیش بینی باشه، برای اون ارز خوبه. مسئله اینه که من 2-3 ماه گذشته رو حتی بیشتر بررسی کردم، هیچ نشانه ای ندیدم از این که فورکستی اعلام بشه. چرا؟ حالا درخواست ها به صورتی هست که تصمیم اینطور گرفته شده در ایالات متحده که این اعلام نشه. حالا به چه صورته چرا نمیدونم، اما حالا این شاخص چی هست در آینده شاید این محدودیت برداشته بشه. شاخص و تجدید نظرش، یک شاخص داریم که اسمش هست از به حضور شما که inflation expectation و اون هم اولش UAM نوشته شده که UOM معذرت میخوام University of Michigan، یعنی اینکه دانشگاه میشیگان. یکی دیگه هم نوشته Revised UOM Inflation Expectation که تجدید نظر همون شاخص اولی است. این دوتا با اختلاف 15 روز از هم ارائه میشن و در واقع اندازه‌گیری درصدی هستند که مصرف کنندگان کالا و خدمات انتظار دارند قیمت کالاها در 12 ماه آینده تغییر کنه. خب این یک شاخصه و برای اندازه‌گیری تورم استفاده میشه، یعنی تورم انتظاری اصطلاحاً دانشجویان اقتصاد بهش میگن، یا تورم مورد انتظار. بسیار هم مهم هست. از طریق بررسی 500 تا مصرف کننده به صورت تصادفی از مناطق مختلف به دست میاد. شاخص تجدید نظر شدهش هم از به حضور مبارک شما که در آخرین جمعه هر ماه اعلام میشه و همونطور که عرض کردم هر دو تا شاخص توسط دانشگاه میشیگان اعلام میشه. خب این خیلی خوب بود که شاخص به اصطلاح انتظار تورمی یا تورم مورد انتظار یا تورم انتظاری رو ما میتوانستیم قیاس بگیریم ببینیم به چه صورت هست، ولی به هر حال نداریم چیزی رو. وقتی چون اعلام نمیشه دیگه نمیشه کاری کرد، اثری هم روی نمودار مورد انتظار براش نیست. قسمت بعدی، شاخص بعدی موجودی نفت خام crude oil inventories هست. این crude oil inventories یکی از چیزایی که هست، نگاه کنید این قسمت دیتیلش رو
نوشته no consistent effect، همچین اثر خاص اقتصادی نداره. خب و حالا این تغییرات در مقدار و تعداد بشکه‌های نفت خام موجود در شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده که در طی هفته گذشته جمع‌آوری شده این اطلاعات در روز 4 هر هفته اعلام میشه، تأثیر مشخصی بر روی دلار نداره. علتش اینه که این شاخص تحت تاثیر دلار کانادا و ذخایر نفتی اعلام شده دولت کانادا هم هست. خودش هم نوشته حالا زرد رنگ هست و یک مقداری برای اکچوال، یه فورکست ولی چیز خاصی از این ما به دست نمی آوریم. خب این چیز خاصی نیست، درسته؟ خب حالا این از لحاظ فارکسی شاید زیاد چیز جالبی نباشه، چیز خاصی نباشه، جالب که هست قطعا، ولی از لحاظ اقتصادی خیلی مسئله بزرگیه. شما نگاه کنید ذخایر نفت خامش سری قبل منفی 8.5 ام بوده و یعنی منفی 8.5 میلیون بشکه، انتظار داشتن که منفی 2.9 باشه. همین انتظار نشان دهنده حجم خرید بالای نفت ایالات متحده است. خب مسلما شما وقتی که نگاه کنید میبینید این حجم بالا عموما باید قیمت نفت بره بالا، اما دارید میبینید که با همه دردسرهایی که به وجود آمده ولی باز هم قیمت نفت آنچنان افزایشی نداشته. حالا بیاین یه بررسیش بکنیم قیمت نفت رو. اینجا ببینیم که تو قسمت حالا نفت برنت رو هم میتوانیم ما ببینیم. ببین حالا غیر از امروز شاخص دیلی رو نگاه کنید، نفت در طول 1 2 3 4 ماه گذشته از یک قیمتی مثل ماکسیموم قیمتی مثل $72 ببخشید رسیده به قیمت $61. حالا مینیمومش هم $55 بوده. این نفت برنت هست. خب با این همه تقاضا که الان ملاحظه می‌فرمایید باز هم قیمت نفت افت کرده. این سیاست ایالات متحده است که نفت رو در ارزان ترین قیمت ممکنه خریداری بکنه. خب بنابراین اگر قرار هستی کشوری مثل ایران تحریم بشه و نفتش خریداری نشه، از قبل چون خود ایالات متحده نیازمند هست که ذخایر نفتیش رو پر بکنه و ذخایرش همونطور که دیدیم در سایت فارکس فکتوری منفی بود، یعنی از ذخایر برداشت کرده بوده، پس بهترین راه حل چیه؟ اینه که اول جایگزینی پیدا کنه که خب عربستان با نهایت آرامش خود روسیه قشنگ اومد و گفت ما نفت رو ارائه میدیم به جای نفت ایران و اول جاش رو پر کرد، دست پای ایران حالا بسته شد و بعد تحریم ها انجام شد. خب هیچ مشکل خاصی هم پیش نیامد و قیمت نفت همچنان رو به نزول رفت و ایالات متحده خریدهای خودش رو هم انجام داد. این داریم بررسی که میکنیم برای 7 آگوست هست و مال سال 2019 7 آگوست آنچنانی ازش نگذشته و امروز فکر میکنم که 13 هست، درسته؟ بله 13 هست اخبارش اعلام شده. قسمت های بعدی دیگه برای فردا خالی هست جلوش، یعنی نیامده اطلاعاتش. خب ببین خیلی راحت این با این کاری که انجام میده، یعنی با خرید نفت و بازی با قیمت نفت اقتصادش رو میسازه.
انتظاری که بوده منفی 2.9 بوده، آنچنان شدیداً شروع به خرید نفت کرده ایالات متحده که این ذخایر رو مثبت کرده، از منفی مورد انتظار مثبتش کرده. وقتی این ذخایر مثبت بشه یه مقدار همچین خطرناک هست. چرا؟ چون پاشنه آشیل ایالات متحده نفته و درست نفت حکایت پول رو داره تو جیب هر کدام از ما که وقتی پول داریم با قدرتیم، وقتی پول نداریم یه خورده ضعیفیم. یه مقدار خطرناک میشه اوضاع وقتی ایالات متحده کاملا پر از نفت میشه، ذخایرش پر میشه. پس تا مدتی هم ذخایر میتونه به اصطلاح ارتزاق کنه و نیازی به نفت نداره. حالا گلوگاه نفتی که همین هولو شما هر بلایی سرش بیاد برای ایالات متحده هیچ مسئله خاصی نیست. اول از ذخایر برداشت میکنه، وقتی ذخایر به حد کافی و وافی کم شد شروع میکنه به صادر کردن. خب یه مقدار خطرناک هست، باید به این دقت بشه. حالا کار نداریم، کار ما اصلا اقتصاد سیاسی نیست یا اقتصاد بین الملل نیست، داریم در مورد فارکس صحبت کنیم. خب موجود نفت خام رو بررسی کردیم، گفتیم آنچنان چیز خاصی روی نمودارهای ما نداره. Natural Gas Storage یا ذخایر گاز طبیعی، این ذخایر گاز طبیعی سری عدد هم جلوش نوشته، باز هم تو قسمت دیتیلش اگر که نگاه بکنیم usual افکتش نوشته no consistent effect. خب یعنی اینکه زیاد اثر خاصی نداره، ممکنه هر دو تا اثر داشته باشه، مثبت یا منفی، یعنی اثر مشخصی نداره این. خب و حالا این شاخص تغییرات فوت مکعب گاز طبیعی ذخیره سازی شده در ذخایر زیرزمینی ایالات متحده طی هفته گذشته اعلام میشه. مثل موجودی نفت خام تحت تاثیر ذخایر گازی کانادا و دلار کانادا میشه. اثر مشخصی نداره نه یعنی بی اثره، یعنی ممکن اثر مثبت داشته باشه، ممکن اثر منفی داشته باشه. زیاد چیزی نیست که بتوان حتی اینجا پیش بینیش کرد. بستگی به فاکتورهای بسیار زیادی داره که دو موردش رو در مورد مثلا دلار کانادا یا ذخایر کانادا اعلام کردیم. پس بنابراین نمیشه در موردش تصمیم گیری خاصی کرد و دیگه سراغ نمودار نمیریم چون اینها هیچ کدوم اثر خاصی ندارند. اما یکی از چیزهای خیلی مهم average hourly earning یا میانگین درآمد ساعتی است. فوق‌العاده مهمه و این شاخص در واقع به نوعی نرخ تورم موجود تو دستمزد صاحبان مشاغل رو محاسبه میکنه و به صورت ماهیانه ارائه میده. درسته؟ که ارائه میده در اولین جمعه پس از پایان هر ماه این ارائه داده میشه. خب اگر افزایش پیدا کنه اثر مثبتی بر روی ارز مورد نظر که دلار هست داره. خب چرا؟ به احتمال زیاد وقتی کارفرمایان مقدار بیشتری پول به کارمندهای خودشون یا صاحبان مشاغل پرداخت میکنن، میزان خرج کرد اونها هم بیشتر میشه. وقتی میزان خرج کرد بیشتر میشه موجب افزایش هزینه مصرف کننده میشه، باعث افزایش گردش پول میشه. خب و در نتیجه این چیز خوبیه برای اقتصاد و موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد، ارزش دلار خواهد شد. خب حالا یه سری کارگرایی هم هستن که الان پول بیشتری گرفتن، کارکنانی هستن، کارمندهایی هستن که پول بیشتری گرفتن ولی کن امیدوار نیستن که سر کار بمانن. خب اینها خرج نمی کنن، پول رو پسنداز می کنن. خب همین پسنداز در بانک انجام میشه و این پسنداز باعث افزایش از حضور مبارک شما که ارزش دلار میشه. پس در هر دو صورت میانگین درآمد ساعتی چیز جالبیه.
خب این آمار توسط دفتر آمار اداره کار دولت آمریکا منتشر میشه و 150,000 کسب و کار روزمزد یا ساعتی بررسی میشه تا این شاخص اعلام بشه. درسته؟ خب پس average over learning درجه اهمیتش میبینید قرمزه و منفی شده. هفته جون جمعه 3:30 دقیقه بعد از ظهر و بیایم روی نمودار و هفته ماه جون یا هفته 6 3:30 دقیقه یا 15:30 دقیقه بعد از ظهر. نتیجه وحشتناکه. خب حالا یه مسئله پیش میاد. علاوه بر این average hourly earning چند تا شاخص دیگه تو اون ساعت اعلام شده، مثل unemployment rate یعنی نرخ بیکاری. خب این ثابت هیچی میره کنار. درسته؟ 3.6 non-farm employment change این چیه؟ به اصطلاح تغییرات در کار اما نان فارم یعنی غیر کشاورزی. خب و این هم منفی شده. آیا منفی شدن این یعنی بیکاری یه عده باعث ریزش شدید شده یا کاهش درآمد ساعتی؟ خب مراجعه میکنیم به یه مورد دیگه‌ای که باز هم 5 جولای 3:30 دقیقه قاطی نشه 7 جون 3:30 دقیقه بودا. 7 جون 3:30 دقیقه اومدیم اینجا 5 جولای 3:30 دقیقه یه ماه بعد average over learning منفیه. خب اینجا average over learning منفی شده بود. unemployment rate اینجا منفی شده، اما چیزی که مثبت شده non-farm employment change تغییرات تو بخش کار غیر کشاورزی. خب الان قبل از اینکه نمودار رو ببینیم شاخص بیکاری منفی شده، یعنی یه سری آدم بیکار شدن و عرض به حضور مبارک شما اگر اینجا دیتیلزش رو نگاه بکنیم برای unemployment actual less than forecast یعنی اگر کمتر باشه خب تعداد بیکارا کمتره. این actual 3.7 قبلا بوده 3.6 بیشتر شده، پس منفی این شاخص عددش بیشتر شده، این تعداد زیادی بیکار شدن. خب پس این مقداری که به ما میده منفیه. انتظار اثر منفی داریم، average hourly هم انتظار اثر منفی داریم شاخص دلار و این یکی مثبت. کدام زورش بیشتره؟ خب ظاهر قضیه میگه unemployment rate و average hourly earning. خب 5 جولای 3:30 دقیقه بعد از ظهر 5 جولای 3:30 دقیقه بعد از ظهر نتیجه رو نگاه کنید. نه unemployment rate منفی توانست دلار رو بیاره پایین و نه average hourly earning منفی، بلکه اون چیزی که اثر گذاشت non-farm employment change تغییرات تو بخش غیر کشاورزی که مثبت بوده نتیجه رو این کار. پس حواسمون باشه کدام شاخص وقتی همزمان اعلام میشن کدام اثر بیشتری داره. تا اونجایی که من توانستم تا حالا گفتم و حالا باقی داستانم تا جایی که تمام بشه من خواهم گفت. این رو دقت کنید. خب حالا عرض به حضور مبارک شما بریم شاخص بعدی. پس میانگین درآمد ساعتی رو هم دیدیم، بریم شاخص بعدی و شاخص بعدی میگه که فکتوری اوردرز سفارشات کارخانجات. خب این شاخص به اندازه‌گیری ارزش سفارش خرید داخلی از تولید کنندگان داخلی، اونم کالای با دوام.
اینا رو میپردازه. یعنی چی؟ یعنی عمر این کالاها با دوام هست، اما عرض به حضور مبارک شما که هولوش 3 سال هست. خب این شاخص اثر خفیفی داره روی ارز دلار، چون یه هفته قبل سفارش کالاهای با دوام منتشر شده که یه جورایی ربطی داره و بخشای از این سفارش کارخانجات رو لو میده به نوعی. خب شاخصی که گفتم 3 ماه یه بار در روز 5 ماه سوم اعلام میشه. فکتوری اوردرز رو نگاه بکنیم میبینیم که یه مقدار منفی شده، یعنی سفارش از کارخانجات داخلی یه مقدار کم شده. خب حالا تاریخش 5 بعد از ظهر 3 جولای و نگاه کنیم که 3 جولای 5 بعد از ظهر ریزشش در حد یک کندل 30 دقیقه‌ای، اونم شادو مجدداً برگشته. خب قطعاً برای اینکه ما بخوایم این ریزش رو نشان بدهیم باید بیایم هی تایم فریم پایینتر و پایینتر تا مثلا بتوانیم بگیم که آقا این یه مقداری ریزش داشته که اون هم شادوه. یعنی چی؟ یعنی مجدداً جبران شده. همونطور که گفتم اثر خفیفی داره چون قبلا میدانستن که این چه اتفاقی افتاده و به قولی توی بورس ایران میگن آقا اگه سود قبلا اعلام شده باشه مثلا یا لو رفته باشه پیشخور شده. این هم همینه، همه میدانن که چه اتفاقی قرار بیفته، بنابراین زیاد ارزش خاصی نداره ولی اثر خفیفی داره. خب نگاه کنید یک نکته مهم هست، شاخصی که ماهیانه داره اعلام میشه این شاخص بعضیاش 3 ماه یه بار اعلام میشه که اعلام کردم، ولی این شاخص نوشته MM یعنی ماهیانه. QQ اگر نوشته باشه همونی که من خدمت شما عرض کردم 3 ماه یه بار در روز 5 ماه سوم، ولی این همونطور که میبینیم 3 جولای اعلام شده و ماهیانه است، روز 5 نیست و MM هر ماه داره اعلام میشه. و الان تو شرایط جنگ تجاری که بین چین و ایالات متحده هست به شدت مهمه. منفی بودن این یعنی یه خورده خطرناک هست داستان و یعنی برد به نفع چین هست در سفارشاتی که کارخانجات ایالات متحده دادن. این خیلی مسئله مهمی هست و باید بهش دقت بشه. خب بگذاریم بریم قسمت بعدی، ریشیال سیلز. اینم ماهیانه اعلام شده، شاخص خرده فروشی هست، فوق‌العاده مهمه و میزان تغییرات در مبالغ دریافتی فروشگاه‌های خرده فروشی رو بیان میکنه. خب اداره آمار بازرگانی ایالات متحده منتشرش میکنه و به طور انحصاری هزینه کالاهای مصرفی رو و خدماتی مثل بهداشت، آموزش پرورش، بیمه اینها رو شامل نمیشه. باید حواسمون باشه فقط کالای مصرفیه. خب پس شامل خدماتی ها مثل بهداشت و آموزش پرورش و فلان اینا نیست. خب این فقط و فقط کالای مصرفیه. خیلی راحت به شما بگم از سوپرمارکت ها مثلا جمع بشه این آمار، از مثلا میوه فروشی ها جمع بشه. خب فوق العاده مهمه. این شاخص یه جزء بزرگ از تولید ناخالص داخلی یا GDP رو تشکیل میده. 13 روز پس از پایان هر ماه اعلام میشه و افزایشش باعث افزایش قیمت دلار و میدانیم که ریزش طلا که در موردش صحبت کرده بودیم، آقایان این رو باید خودشون در نظر بگیرن، آقایان و خانم ها. این شاخص انواع مختلفی داره. یه بخشش کور هست
که هزینه‌های مربوط به اتومبیل و انرژی ازش حذف میشه، یعنی خالص سازی میشه. خب حالا این خیلی مهمه، ریشیال سیز الان مثبت شده و 16 جولای ساعت 3:30 16 جولای 15:30 نتیجهش واضحه، ادامه روند صعودی هست. کلن شاخص بسیار مهمیه برای تصمیم گیری ها در ایالات متحده. جدا از این مسائل، بچه‌هایی که اقتصاد خواندن سیاست‌های انبساطی و انقباضی رو این تعیین میکنه. خیلی خنده داره ولی واقعا اگر شاخص خرده فروشی کم بشه یعنی اینکه به شدت مردم اوضاعشون خرابه، پول دست مردم نیست. اولین کاری که انجام میدن چیه؟ سریعا کارت‌های اعتباری میدن به مردم، وام‌های یه مقدار سهل الوصول میدن، نه مثل وام‌های ما 3000 تا ضامن بیار فلان فلان فلان، که سیاست انبساطی باشه، دست مردم پول باشه، گردش پول ایجاد بشه و اقتصاد از پویایی نیفته. خب این خیلی مسئله مهمیه. از اون طرف اگر که بیش از حد بالا بره این شاخص، سیاست‌های انقباضی رو انجام میدن، مالیات زیاد میبندن و کاری میکنن که پسنداز کنن مردم و زیاد اینقدر بیش از حد خرج نکنن. خب حالا بگذاریم از به حضور مبارک شما که قسمت بعدی، آخرین شاخصی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم هست شاخص قیمت واردات، import price. این تغییر در قیمت کالاهای وارداتی و خدمات خریداری شده در داخل کشور رو به ما نشان میده. تأثیر مستقیم بر روی اوراق قرضه و محاسبه تورم داره. 13 روز پس از پایان ماه اعلام میشه. این اثر آنچنانی بر روی نمودار نداره. خب چرا؟ شما این قسمت دیتیلش رو باز کنید کاملا نوشته actual grade در forecast is good for currency. هیچ actualش بزرگتر باشه و الان هم منفی، ولی به تجربه چیزی که من دیدم این بیشتر برای اوراق قرضه و محاسبه تورم و ایناست. خب یعنی اگر افزایش پیدا کنه قیمت اوراق قرضه افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا کنه قیمت اوراق قرضه کاهش پیدا میکنه. در حال حاضر اکثرا منفیه، چرا که قیمت اوراق قرضه همچنان داره میاد پایین و این دوتا با هم روی هم تاثیر دارن. علت اینکه اوراق قرضه قیمتش داره میاد پایین اینه که نرخ بهره رو دارن دستکاری میکنن و میارن پایین و هنوز هم پایینتر میخوان بیارن و نتیجتا فعلا این منفی هست. اثر خاصی من چندین مورد نگاه کردم، ببینید منفی بوده ولی اثر خاصی نداشته این قسمت و چیز قابل ارزی در موردش نمیشه. خب رسیدیم به قسمت بعدی، شاخص تولید صنعتی یا IPI. فکر میکنم همینقدر کفایته برای این جلسه. خسته نباشید. من دکتر محمد حسن ژنت هستم و این هم آموزش تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز هست توسط فراچارت. خسته نباشید. ممنون و یا علی مدد.